سلام، شهاب هستم و تو این ویدیو قرار است در مورد این صحبت بکنیم که برای یادگیری زبان انگلیسی باید از کجا شروع بکنیم. یکی از مرسوم‌ترین سوالاتی که از ما معلمین زبان میپرسن دقیقاً همین سواله که خب من میخوام زبان رو شروع بکنم، علاقه دارم، به من بگین که از کجا شروع بکنم، فیلم ببینم، پادکست گوش بدم، کلاس زبان برم، کلاس عمومی، خصوصی، یا چه کاری باید براش انجام بدم. خب من معمولاً به این سوال اینجوری پاسخ میدم که از همون مؤسسه نزدیک خونه‌تون شروع بکن به یادگیری. خب این یعنی چی؟ یعنی بعضیا میگن خب ممکنه ما اصلا نزدیک خونه‌مون مؤسسه‌ای نباشه، ممکنه مؤسسه‌ای که وجود داره مؤسسه خیلی جذاب و حالا درجه یک و با کیفیتی نباشه، پس چطور این صحبت رو میکنیم؟ ببینید، نکته و هدف من از این پاسخ اینه که خیلی سخت نگیرید. وقتی میگم از نزدیک خونه شروع بکنید یعنی اینکه خیلی مته و خشخاش نذارید که من از اینجا چند کیلومتر باید مثلا حرکت بکنم، برم تو یک فضای دیگه، در یک خیابون دیگه و ساعتها در حرکت باشم که میخوام برم کلاس زبان. خب طبیعتا کار شما رو سخت‌تر میکنه. خود پروسه یادگیری زبان انگلیسی سخته، خود همت کردنش و اینها کاملا شرایط سختی رو برای شما به وجود میاره. اگر قرار باشه که یک راه دوری هم شما برید و در مسیر و رفت و آمد باشید، طبیعتا کار شما رو سخت‌تر میکنه. برای همین اگر مؤسسه‌ای که وجود داره در نزدیک خونه شما قابل قبوله، اون حالا حداقل ها رو داره و شما هم سطح خیلی بالایی ندارید، سطح متوسط هستین یا حتی پایین‌تر سطح مبتدی هستید، به نظرم میتونه برای شروع گزینه خوبی باشه که از همون مؤسسه شروع بکنید و همون جوری که توانایی‌های زبانیتون بالاتر میره، خب میتونید حالا مؤسسه‌تون رو هم تغییر بدید.